این مغازه در مرکز شهر تمام نوع اشیاءهای زمانوی ورزشی را دارد. اما طی یک هفته اخیر صاحبان آن همین چند گیر یا سنگ ورزشی کهنه و رنگ پریده را در جای نمایان و به معرض نمایش گذاشتند. در این روزها ده ها نفر به مغازه به سراغ چنین سنگ می آیند. مقصد تگش بریدگی از میبینن که تگش کلوله باشه. نمیدونم اگه برای چی در کنم وقتی چه یا 2-3 هفته شد کمی آدم میدونن تگ کلوله میپرسن. در یک روز تقریبا چند کس میپرسد از شما؟ 10 کس 20 کس یا 10-20 کس میپرسن. همین تگش کلوله باشه میگن نه خیلی بازی که نیست. $100 $1000 هم خیلی میپرسن. وسوسه خرید و فروش گیر کهنه و استحصال زمان شوروی طی هفته‌های اخیر تمام تاجیکستان را فرا گرفته است. سامانه‌های تبلیغاتی و شبکه‌های اجتماعی پر از اعلان خریداران و فروشنده‌های سنگ ورزشی است و در برخی از ناحیه‌ها هم به گفته ساکنان خواهشمندان تا در خانه‌هایشان رفته گیر سراغ می‌کنند و مبلغ‌های کلان پیشنهاد می‌سازند. گیر سنگ ورزشی که امروز خیلی پرسر و صدا است در شهر و نرخش هم بنا به آوازه ها تا به هزارها دلار رسیده است. انا همین سنگ ورزشی از نگاه من عادی است که به گفته متخصصان از چوگون ساخته شده است و وابسته به ملکه های ورزشی ورزشکاران سنگ های از 8 تا 32 کیلوگرم استفاده میکنند. اما برخی از آنهایی که به خرید و فروش این سنگ مشغولند با باور میگویند یک نوع این سنگ که همگی یک بار در زواد طولای روسیه استحصال شده است در ترکیبش یک متل گران ارزش دارد و آن با نرخ کلان خریداری شده به بیرون برده می شود. سر و صدای هم هست که این سنگ برای استحصال تیر و دیگر اشیاءهای حربی استفاده می شود. ما در نقش صاحب سنگ به یکی از خریداران زنگ زدیم. همونی که زمین در میخوبانی روش میستد اگر سیاه اگر بسیار در تک خوب کوبای موندگی باشد ممکن بعضی جایهاش رنگ شد و گم کند. تاجیکستان همون نه ماتریالی همون نه متالی همون یگان چیز از در کار نیست مودا برای ما کار کردن نداریم تکنولوژی هم نداریم. تلاش برای صحبت روبرو با آنهایی که با پیشنهاد مبلغی زیاد در اعلان‌ها خواستار خریداری سنگ ورزشی شدند به نتیجه انجام یافت. واهمه اطراف سنگ ورزشی تالارهای ورزشی رو هم در شهر سیر و دم کرده است. میگن که همین خیلی گیر داره شما میگن که خیلی ما گیر داریم. چند بچه هم اینجا اومدن تماشا کردن گفتم مرحمت گیرای ما که هست انتری با چند تا دیگه بود خیلی دیگه آدم را دادیم شکستن بعضیش دستاش لیکن اون شکلی که آوازه شده است که تمام تنش تگش همش یک خیلی کله است خیلی دیگه نیستیم. عالمان پژوهشگاه فیزیکا و تکنیکی تاجیکستان وجود یگان متل گرانبها در ترکیب نوعی از سنگ ورزشی را غیر واقعی می‌دانند. مقامات وزارت کارهای داخلی از این سر و صداها اظهار بیخبری میکنند. جامعه شناسان سطح پستی معرفت حقوقی و اقتصادی و همچنین بحران و وضع ناخوب مالی مردم را یک عامل توجه زیادی آنها به این آوازه و تجارت نچندان واقعی میدانند. و عادتاً بعضی مثلا صاحب کارا میتوانند از همین کارا سوء استفاده کنند. مردم را به همین راه پولاشون را به یک حساب در گردش درآورند. مثلا اگر که همون مهره بود یکی دیگرش او تنگه بود. به گفته تحلیلگران برای رفع این وسوسه و جلوگیری از یگان پیامد ناخوش همچنین به خاطر روشنی انداختن به این سر و صداها مقامات ذی‌ربط باید این مسئله را پیگیری کند. اما تا زمانی که از چه عبارت بودن ترکیب سنگ‌های ورزشی و سبب قیمتناک شدن آن معما باقی میماند جستجوی آن و این هنگامه میان مردم ادامه خواهد کرد. 21 کیلو 16 کیلو